بزرگترین مارکت در شهر کابل افتتاح شده و ورود مردم اینجا جریان داره. خبر شدیم که اینجا به نام مارکت خیرخواه افتتاح شده. نه، ما فکر نمیکردم، بلکه ما در زیاد ولایت رفتم تو مارکت را ندیده بودم. همچنان این قسمت که است رای زینه است که رای زینه هم در نظر گرفته شده و حال پایینش است که قسمت پایین است حال است. همچنان لفت شما میتونید ببینید با سطح بسیار زیاد استاندارد و زیبا. دیگه دوستان من هر قدر بگویم کم است. این مارکت زیبا فقط با هزینه تقریبا 34 میلیون دلار، در حدود 34 تا 35 میلیون دلار، حدود 34 میلیون دلار مصرف شده میشه. چیزا الکتریکال است. منزل دوم که از بخش موبایل است. منزل سوم همچنین نمیتون موبایل و کامپیوتر و منزل زینای برقی داریم. در دو جای ازی هست. پیش که داخلش یکی جاست، دو تا هست. دیگه از لیفت‌ها تقریبا 7 جای لیفت چیست. لیفت‌های شیشه‌ای است. 3 جای یک جای. رستوران، کافی شاپ، این ساحه است. یک بالا داریم فعال نیست. فعلا نمی فعال است. این نمی‌قدر ساحه رو در بر گرفته. فعلا همین ساحه است که جای نشیمن مردم است. با ساحه که آشپزخانه است دو طرف است. با کلین باز میشه. فینگرم باز میشه و پین لاک هم داره. چالا باشه پین لاک می‌کنید. عرض سلام و درود خدمت تمامی شما بینندای عزیز. انشالله که خوب صحتمند و سرحال باشین و چینل خودتان پنجره افغانستان بیننده باشین. وطندارای خوب مهربانم، باز هم در خدمتتان هستم با یک خبر خوش. بزرگترین مارکت در شهر کابل افتتاح شده و ورود مردم اینجا جریان داره. دوستای عزیز، این مارکت بزرگ و زیبایی که هست با کدام هزینه ساخته شده و چقدر ویژگی ها را داره، کدام خدمات در اینجا برای فروشنده های عزیز و برای هموطنای ما فراهم شده، بیننده برنامه ما باشین تا معلومات بیشتر به شما اینجا تقدیم کنیم. لایک و سابسکرایب هم فراموش نکنین، ما را همراهی کنید. عزیز، فعلا ما در داخل مارکت خیرخواه هستم، یکی از مارکت هایی که واقعا زیبایی خاص خود را داره و پیش از اینکه صحبت های دیگر رو داشته باشیم درباره این مارکت، یکی از هموطنای ما اینجا هستن که امروزشون صحبت میکنیم. سلام علیکم. علیکم سلام. خوب هستید؟ شکر است، بخیر باشید. تشکر، سلامت باشی. میشه نام مقبول تو برام؟ نام افتخار است. از چارنا آمدیم، خبر شدیم که اینجا به نام مارکت خیرخواه افتتاح شده. آمدم که یک دیدنش کنم. اینجا کمی ماشینای الکترونیک با کارم هست، میخوایم که بگیریم.
ماشاءالله. چقدر نام مقبول داری؟ بخیر. خب برمی رو با که خودت اینجا آمدی چی زیاد خوشت آمد. واقعا که مارکت یکی از مارکت هاییست که زیبایی خاص خود را داره. تصور میکردی که در کابل ما چنین مارکت ساخته شود؟ نه، ما فکر نمیکردم، بلکه ما در زیاد ولایت رفتم تو مارکت را ندیده بودم. خب زیاد خوشحال شدم هر کس که جورش کرده بسیار خوش باشه. دیگه اینجا آمدیم نظافتش زیاد خوشم آمد. دیگه هر کس که بیای باید نظافت خود را مراعات کنه، به جای پلاستیک و چیزا را در روی دالیز و دکان نندازد. خودت اینجا آمدی گفتی بعض وسایل الکترونیکی کار داشتی. چی کار داشتی خودت؟ میخواستیم یگان یخچال بگیریم و یگان سامان الکترونیک دیگه. بسیار و احساست برای ما بگو از اینکه فعلا اینجا هستیم و دوست داری که چنین جایات دیگه هم زیاد شود در کشور ما انشالله؟ بسیار دوست دارم. هر کس باید بیا اینجا یک مارکت خوبش از این کدم باید بالاتر جور کنه، به خاطر که وطن ما جور شود دیگه. تشکر میکنم افتخار جان عزیز. اگر پیام داشته باشی کامرا در خدمت. پیام این است برای همسن خود که اینجا باید که هر کس میه باید نظافت خود مراعات کنه و چیزای خوردنی باید در اینجا نداشت. سلامت باشین. تشکر. بخیر باشین. دوستای عزیز، ما همون ادامه میتیم چی میگن در این مارکت زیبا گشت می داشته باشیم. شما با ما باشین تا زیبایی های مارکت ببینین و فعلا تقریبا یک 2-3 روز میشه از افتتاح این مارکت و نام خدا تمام دکان ها پر شده، یعنی تمام دکان ها وسایلش آماده شده، کاملا دیگه اینجا آماده است. بازم ما رو همراهی کنین، صحبت ها رو می داشته باشین. وطندارای عزیز، قسمی که میبینین ما واقعا شگفت‌زده شدیم از دیدن این مارکت زیبا. همچنان این قسمت که است رایزین است که رایزین هم در نظر گرفته شده و حال پایینش است که قسمت پایین است حال است. همچنان لفت شما میتونین ببینین با سطح بسیار زیاد استاندارد و زیبا. دیگه دوستان من هر قدر بگویم کم است واقعا که شاید چنین مارکت در سطح آسیا و اروپا نبوده باشه. بازم صحبت ها رو می داشتیم. یک نکته که فراموش نشه از خوشحالی هموطنای ما است که بسیار زیاد خوشحال هستند و رضایتمندی دارن از ساختن چنین مارکت و بازم ما رو همراهی کنین. صحبت های ما ادامه داره.
مارکت زیبای خیرخواه رو براتون معرفی میکنیم. فعلا انجینیر صاحب بابا هستن. سلام علیکم. علیکم سلام. خوب هستین؟ بخیر باش. خیلی نسیم. تشکر. سلامت باشین. یک معرفی بر بینندای ما داشته باشین. اسم من محمد طارق از یک از انجینرهای کمپانی سانسکای داخل مارکت کمپلکس خیرخواه. بسیار خوب. در ابتدا تبریکتان باشه که بخیر مارکت خیرخواه افتتاح شد. خیر باشین. تشکر. یک خدمت کلام بشی. هموطنان ما هست و ما در خدمت هستیم ان شاء الله. بر ما بگوین که این مارکت زیبا با کدام هزینه ساخته شده؟ این مارکت زیبا فقط با هزینه تقریبا 34 میلیون دلار. در حدود 34 تا 35 میلیون دلار، حدود 34 میلیون دلار مصرف شده میشه. چقدر وقت در بر گرفت که ساخته شد؟ حدود 3 ساله. 3 سال. بسیار خوب. نام خدا بسیار مقبول، بسیار زیبا، با تمام چی میگن سهولت‌هاش آماده شده. بله، اینجا تمام انجینر صاحبا که اینجا کار کردن به مصدق دل و از خاطر که یک کار به خدمت به وطن شوند، بسیار به صدق دل و با حسن نیت خود اینجا زحمت کشیدن و کار کردن تا این سطح تعمیر رسیدن. دیگه ما تشکر از خدمات از ما میکنیم. سلامت باشین. بر ما بگوین که چقدر اینجا مساحت داره. نام خدا من یک دور زدم، بسیار نام خدا کلان است، کم بود که راه را گم کنم. ساحه ازی در حدود 9600 متر مربع است. فکر کو که بسیار ساحه کلان است. بسیار بزرگ است. سطح کابل که در سطح افغانستان تو مارکت نیست که به این مساحت باشه. او خدماتش زیادتر از نسبت دیگه. سیستمایی که اینجا کار شده کل اینترنشنال است، استاندارد است، به سطح آسیا است. کدام بخش‌ها رو داره انجینیر صاحب مارکت؟ بخشای از ما فکر کنم که از نیمه تاکاوی شروع تا منزل ششم 4-5 کاتگوری دارم. مثلا کاتگوری منزل پایین است، نیم لاین باید خاصه و چهار کار میگیرن. منزل اول کاتگوری جدا است که اینجا شما واسه میبینید که ماشین کالاشی و چیزا الکتریکال است. و منزل دوم که از بخش موبایل است. منزل سوم همچنین میتونه موبایل و کامپیوتر و منزل چهارم میتونه کامپیوتر است و موبایل است و خدمات موبایل و کامپیوتر است. من از بخش تکنیشیان میگم. منزل پنجم صرافان است و بانک است. منزل ششم همچنین تو جیم و گیم زون و هتل و ماشاءالله جای بسیار کلان دارن. نام خدا هر بخش و هر طبقه را در نظر هر منزل از خود کاتگوری دارن. باز اینجا چی است؟ بینر است، میتونن اونجا عکس بگیرین. بله. بر ما بگوین که چی تعداد از انجینیرها کار کردن؟ آیا انجینیرهای داخلی بودن یا خارجی بودن؟ و طرح این مارکت که ساخته شده توسط انجینیرهای خود ماست یا انجینیرهای خارجی؟ الحمدلله چیزی که انجینیرهایی که اینجا کار کردن از پایین تا بلند رتبه همگیش افغان بودن. ماشاءالله. موادایی که اینجا استفاده شدن 80% از یا 70% از کل داخلی بودن. و طرح و دیزاین از این داخل افغانستان شد. بسیار عالی، واقعا جای افتخار است. بخیر باشین. خود چی کنیم خدمت است. خداوند شما را اجر بده و آدم خوشحال میشه. حس وطن دوستی انسان بسیار زیاد میشه با اینکه میبینیم کشور خود ما انجینرهای موفق خود ما چنین یک مکان را ساختن که حتی شاید تصورش هم نمیکردیم که در افغانستان یک مارکت باشه. نه است ان شاء الله اینجا بسیار انجینرهای ورزیده هستن. خوب توجه نمیشه برشون. توجهش این شما شاید حال همین مارکت هستن. هر جایی که بگردی استاندارد است. استانداردی بین‌المللی ساخته شدن. کسی دیگه از بیرون آمد و خامی انجینر صاحبا که داخل بودن از ما که شاید بسیار بالاتر باشن. اصلا انجینر صاحبایی هستن که بسیار فهمشون بالا هستن، میفهمن. او کس استفاده نمیکنه ازشون. یک تجدید نظر نمیشن، صرف نظر میشن. میرن از خارج انجینر میرن یا از اونجا مشوره میگیرن یا بیچاره همینجا مانده که کس بهش پیدا شه خدمت برش کنه. اگه در سه خدمت یا داخل خدمت بیارین کارهای خوب بهتر میکنه. بدون شک. نظر به خارجی. بدون شک. انجینر صاحب بر ما بگین که مارکت خیرخواه چند منزل است؟ حدود 9 منزل است. از پارکینگ پایین شروع تا بالا رفت. بسیار خوب. یعنی پارکینگ هم داره اینجا؟ 2 منزل پارکینگ است که حدود تا 1200 موتر شاید جایش هست. یعنی کسایی که اینجا کار میکنن هیچ مشکل نمی داشته باشن به خاطر وسایل نقلیه خود؟ هیچ مشکل نیست. داخل مارکت شدی فکر کو داخل یک مجتمع هستی. از پارکینگ گرفته خودت و خدماتی که تو هتل داریم مثلا در 2 منزل است. هم منزل ششم هتل هم در منزل نیمه تاکاوی میگه. یا از نگاه وسایل الکتریکال چیزی که کار داشته باشه اینجا پیدا میشه. در کل تمام محصولاتی که اینجا هست دکانایی که هست مربوط الکترونیک میشه. الکتریک است. باز الکترونیکی است و از خود کاتگوری دارن. مثلا کاتگوری زیاد جدا است. ماشین کالاشی
از موبایل جدا است کامپیوتر این تو دبین خود تقسیم هر کدامش تقسیم شده به تقسیمات بخش‌های دبین خودش مختلف. بخش خودش. بسیار خوب، بسیار عالی. خب بر ما اینو بگین که مجموعی در اینجا در حدود چند دکان است؟ در حدود 1360 دکان. 1360. ماشاءالله نام خدا بسیار زیاد است. خب فعلا دیگه اینجا منزل چندم است؟ این منزل اول. منزل اول. منزل اول است. دوستان عزیز بیننده باشین، میریم منزل بالاتر، تمام بخشای مارکت خیرخواه براتون معرفی میکنیم، ما رو همراهی کنید. انجینیر صاحب بر ما درباره سهولتایی که مارکت خیرخواه داره بگویید. چندین سهولت از این اول خو از لیفت است. تقریبا ما لیفت های کارگوم داریم. کار لیفت میه که دو موتورها پایین میشه و یک چیز هست. دیگه لیفت های لوکال است که مردم هم بالا میشه. دیگه سیستم زینای برقی داریم. در دو جای از این هست. پیش که داخلش دیگه یکی جاست. دو هست. دیگه لیفت های تقریبا 7 جای لیفت چیز. لیفت های شیشه است. 3 جای. یک جا هست یک دو هست. دیگه لیفت های کارگو 3-4 جای. او دیگه مربوط دکاندارا میشه، البته عام میشه، مربوط دکاندارا که مال خطا بالا میکنن، لیفت کارگو بالا میکنن. دیگه مردم هم دو لیفت بالا میشه. این سیستمایی که مثلا به خاطر فصل‌ها فرق میکنه، گرما میشه، سرما میشه، برای اینام کدام چیز در نظر؟ یک سیستم به نام ایچواک میگن. سیستم ایچواک است که در افغانستان زیاد کار نشدن. مردم میان مثلا مارکتایی که در کابل جور میشه، دیگه ولایت جور میشه، هیچ کار نشدن. فقط امریکایی که اینجا بودن در پروژه کربس کار میشدن کم کم. خب در اینجا مکمل سیستم این سال است. میال براتون نشان دادم میتونم یه تصویر بگیریم. سیستم گرما، سرما و ونتیلیشن میگن. یا مثلا زمستان سیستم گرما میگن، تابستان سرد است و بین زمستان و بهار قسم مثل ماه حمل و ساور یا دیو خنی گرما رو ضرورت نیست سرما رو. با سیستم ونتیلیشن میکنیم. یعنی هوا رو کاملا معتدل نگاه میکنیم. معتدل است. این داخل مارکت میشی ضرورت به این نیست یا تو رو گرمی بگیره یا تو رو خنک بگیره یا احساس کمبودی اکسیژن کنی هیچ کاملا راحت میتونن باشن. بسیار خوب، بسیار خوب. گفتین که اینجا هتل هم هست، رستوران هم هست. یک رستوران تک خورد پایین داریم، منزل نعمت کوی. دیگه کلانج در بالا است، منزل 6 این براتون میتونم. فعلا که فعال است، این فعال است. این فعال میشه نمی روزا بخیر. ماشاءالله دوستان، در مارکت خیرخواه تمام سهولت‌ها در نظر گرفته شده که شما میتونین که ببینین. صحبت‌های ما ادامه داره، ما رو همراه کنید. انجینیر صاحب اینجا دیگه همون رستوران است که گفتین. رستوران، کافی شاپ، این سایه است، یک در بالا داریم فعال نیست. فعلا نمی فعال است. این نمیقدر ساحه رو در بر گرفته. فعلا نمی سایه است که جای نشیمن مردم است. با سایه که آشپزخانه است دو طرف است. چی دلیل باعث شد که خواستین در یک مارکت تمامی نکات در نظر بگیرید؟ چون بسیار کم است یک چیز در کابل. چیزی نیست که در افغانستان به این سطح پیدا شود. وقتی که یک چیزی استاندارد شود، یک مارکت استاندارد شود، یک مواد استاندارد شود، باید از همه ابزار استفاده کنیم. مثلا فعلا ما شما در یک مجتمع که گفته شد دونی باید هر چیز باشه. ضرورت به کافی شاپ میشه، ضرورت به هتل کلان میشه، ضرورت به یک سونا میشه، یک جیم میشه، گیمزون میشه. باید و در شان میشه. زیادتر مارکت‌های تجارتی که است و چیزا رو مد نظر نمیگیرن. فقط اون چیز مد نظرش است که یک عاید از داشته باشه. اینجا هم عاید است، هم خدمات است، هم سهولت مردم میشه. همین خدمت بزرگ است برای وطن. خدمت بزرگ است. بله. خب انجینیر صاحب از اینجا کجا میریم بخیر؟ بالا میریم مارکت منزلی که موبایلان است و بانکام در بالا است. نظر به تفاوت شما زیاد درست است. ان شاء الله میریم. دوستا بیننده باشید.
صاحب اینجا منزل سوم است دیگه. دوم است. منزل دوم است که مربوط به موبایل میشه مکمل. بسیار خوب. تمامش دیگه در هر منزل چی تعداد دکان هست؟ در هر منزل دو حدود فرق میکنه. منزل پایینم فکر کنم حدود 320 دکان شاید باشه. این منزل از پایین که زیادتر است. برای که موبایل فروشی هر کسی کم طبیعت خود 2 متر 3 تا 2 متر مربع دکان داره. پیش باز نشان میتونه. دی منزل فکر کنم 378 یا 370 دکان است. منزل بالایش همچنان نمیتونه 350 و 340. نظر به کاتگوری دکان فرق میکنه. خود دکان هستن. انجینیر صاحب اینو بر ما بگین کدام طبقه از هموطنان ما میتونن که اینجا فعالیت کنن، دکان داشته باشن؟ کدام قید و شرط برشان در نظر گرفته شده یا نه؟ هیچ قید و شرطی نیست. هر کس میتونه استفاده کنه. مهم است که سرمایه داشته باشه، یک سرمایه گذاری کنه، وطنش از خدمت کنه، وطن فایده میشه برای خودش. بسیار عالی، بسیار عالی. دوستای عزیز شما میتونید در تصویر ببینید نام خدا مارکت خیرخواه بسیار زیبا، مقبول و خوبیش است که جای کار، زمینه کار برای هموطنان ما مساعد میشه. انجینیر صاحب بر ما رو بگین که فعلا در بخش خدماتی که مربوط خود مارکت میشه چقدر از هموطنان ما مصروف کار هستن؟ از اول بگیم یا از اولی؟ از اول بگین خوبتر. از اول خود در حدود فکر کنم از انجینر اگه شروع کنیم حدود 30 نفر انجینر شاید کار میکرد اینجا. شاید زیادتر از اون، کمتر از اون، حدود 30 نفر 25 نفر انجینر کار میکرد. در حدود تا 1000 نفر 900 نفر کارگر هم شاید زیادتر از اون کار میکرد. از اول شروع میکرد. فعلا خود کار زیادتر از تکمیل است. همیارم حدود یک 300 نفر کارگر چی روزمز هستن و کار میکنن اینجا خدمت میکنن. حدود یک 10-15 نفر انجینر فعلا مصروف کار هستن. وقتی که پروژه تکمیل شدن است کم کم استاف کم شده میرن. امید کار چی بود تکمیل شدن نفر کم شده میره و آینده خدمات مربوط به دکاندارا هستن. بسیار عالی، بسیار عالی. دوستای عزیز یعنی ببینید در حدود 900 نفر 1000 نفر هموطنای ما زمینه کار برشان مساعد شده بود. چقدر خوب است که نمیتو سرمایه گذاری ها باشه در کشور خود ما تا به مردم ما هم خدمت شود و سهولت هم برشان بیشتر شود. انجینیر صاحب بر ما درباره ازی بگوین که امی سیستمای آب و برق که است در اینجا چگونه است و کدام معیار است؟ هر سیستمی که بیشتر براتون ذکر کردم اینجا که اینستال شده کلش استاندارد بین‌المللی است. نظر به دیزاین اینجا آمدن اگر برقشان است، اگر سیستم اطفایه‌اش است، سیستم چواکش هست یا کل از این استاندارد بین‌المللی دیزاین شده توسط انجینر صاحبای داخلی باز اینجا تطبیق شده. بسیار عالی، بسیار عالی. دوستای عزیز لفتی که قبلا دربارش صحبت کردیم انجینیر صاحب می‌بینید فعلا هم است. لفتای شیشه‌ای است که بسیار مقبول هم هستن اینا. از این لفت‌ها در 3 موقعیت داریم. یکی اینجاست، یکی که داخل مارکت میشه، یکی بیشتر سایه سیکشن میگن. این لفتا دیگه کاملا 24 ساعت فعال هستن. 24 ساعت فعال است. همین چیزی که دکاندارا بود داخل مشتری‌ها بود فعال است برش. بسیار خوب. یعنی هر کسی که اینجا بیاد میتونه استفاده. هر کس استفاده کردن میتونه. بدون کار لفت که موتور استفاده میشه، موتور بالا پایین میکنه. دیگه هر کس استفاده کنه. اما کارگر هم استفاده کردن میتونه. بسیار وقت ضرورت. بسیار عالی. درباره سیستم امنیتی مارکت بر ما بگین که چگونه است، کدام معیارها در نظر گرفتین در بخش سیستم امنیتیش، چون معلوم دار است که نام خدا یک مارکت بزرگ است، بسیاری از هموطنان ما اینجا سرمایه‌شان میباشه، مالایشان میباشه. درباره امنیتش بر ما بگین. سیستم امنیتی بسیار محکم است. فکر کنید در هر منزل به بیدار زیادتر ما یک کامره امنیتی داریم. هر دهلیز و فکر کنید که شاید هر دکان مثلا شاید. همین دیدم میتونه که یک دهلیز هم یک 5-6 کامره واسه بسیار دهلیز خرد است. یک 4-5 کامره واسه است. دیگه گاردای امنیتی داخل داریم. و هم یک چیزی کنترل میکنن. این چیزی از طرف وزارت داخله میام. دوباره باشه سر تعیین کرده بودیم فعلا هستن. وزارت دفاع و وزارت داخله اینجا همکار بودن. وقتی که ساحت دولتی است سرمایه‌گذار شخص است، فقط زمین دولت است و هم همکاری میکنن اینجا شمیت. یا از خود دفتر سنسکا گاردای امنیتی ما اینجا داریم. کامره امنیتی است و گاردای امنیتی است. یک چیزی که ما متوجه شدم در قسمت دروازهای دکاناست یک قفل است که شاید در دیگه جایهای قسم یک چیز ندیده باشیم. درباره ازی بر ما معلومات بدین. طبعا هم در بخش سکیوریتی رول داره دیگه. بسیار زیاد رول داره. این کلفای است که هم با فنگر باز میشه. هم ساحه کلیدی دارن. با کلید باز میشه. فنگر هم باز میشه و پن لاک هم داره. بسیار خوب. چالا باشه پن لاک میکنین یا این مالا میکنین.
این کدوم دادم میتونی فینگرم چیکار میدونی اگر بود چیزا نبود کلیم باز نمیشه میتونی. بسیار عالی. دوستای عزیز یعنی واقعا همون که میگن یک جای و مکان با استاندارد اینه میجاست. خب از اینجا میریم به طرف منزل سوم دیگه. درست. خب دوستای عزیز قسمی که میبینین آمدیم به منزل سوم که یک نمای بسیار مقبول هم داره و انجینیر صاحب بر ما بگین که اینجا مربوط کدام بخش میشه؟ اینجا دو بخش دارن. اگر بخش کامرا است و بخش موبایل. بسیار خوب. اینجا مربوط موبایل میشه. هم موبایل هم کامرا. این بس یک منزل مشخص هم دو سه منزل مشخص بشه یک چیزی بود که اجازه چیز دیگه نیست. دی منزل باز میتونن که هم موبایل پردن هم سیستم کامرا رو پیش ببرن. منزل بالاتر شما باز میتونید دو سه چیز است. بسیار خوب بسیار خوب. اینجا هم دیگه تعداد دکانا فرق میکنه. فرق میکنه اینجا فکر کنم نظر به منزل دوم دکان‌های از کلانتر است کمتر است اساس کلانتر شد حتما دکانم کم میشه حدود شاید 360 دکان و 340 دکان دیگه باشه. بسیار عالی بسیار عالی. درباره دیکورش بر ما بگوین انجینیر صاحب. دیکوری که کار شده در مارکت خیرخواه یک چیز خاص است یک چیز نو است. بر ما درباره دیکورش معلومات بدید. دیکوریشن اول است پارتیشن‌های دکان از آلومینیوم استفاده شده. بسیار خوب. شیشه‌هایشون ناشکن است و دروازه‌هایشون همچنان نمیتون دیگه چتش از کناف کار گرفتن کناف و چای CNC است الکوبان کار گرفتن سیستم هایلایت های است لایتینگ هستن یه چیزی که نظر میبینین بهترین چیزی اینجا استفاده شده پایه هایشون همچنان همونطور هایلایتینگ و سیستم CNC کار گرفتن حتی چیزی هست که نه خسته میشه که بگردی و هم تا هر ساعت که بگردی روشن و مقبول است. واقعا که این می لایتینگ که داره فضایی که داره دوستا هر قدر اینجا باشی هر قدر بگردی دل آدم نمیزنه و حتی به برتان بگم که حس نمیکنیم که در کابل باشیم. یک خوبی از دیگه است که داخل تعمیر شدی در هر سایه که بری فکر میکنی نه وجود داخل شدی. بله. خسته نمیشی سایه است که آدم تو لذت میبره. لذت میبره واقعا. خب دوستای عزیز این قسمت که بود منزل سوم بود تعداد دکانا رو انجینیر صاحب بر ما گفتن که هر دکان مربوط کامرا و موبایل و خواست خودشان می باشه و نام خدا دوستا میبینید در تصویر که این قسمت بسیار یک دکور زیبا کار شده و قسمت سقف بالایی که است تمام شیشه است. یه اسکایلایت میگن تقریبا 4 جای اسکایلایت داریم اسکایلایت مطلب نور طبیعی در مارکت بیان بخاطر که سایه بسیار فراخ است اگه اینا می بود شاید از اینکه ترکتری سر میید یک اسکایلایت دی سا داریم و این دوم است 4 اسکایلایت داریم هر کدوم شکل مختلف به خود داره هم دیزاین هم تعمیر هم جور کردم واقعا از طرف شب دیگه واقعا یک نمای خوب داره از طرف شب امی قندیلایی که شما میبینید این است در آرچار اسکایلایت و دوم دیگه که خود اسکایلایت این قسم لایتر رو ما نصب کردیم لیزری است شبانه کل از واچان است در متر مربع یک دو دانه است بسیار عالی است دوستا واقعا که مقبول و زیبا دیگه همون گپ که انجینیر صاحب گفت هر قدر آدم ببینه هر قسمتش دلچسب‌تر میشه برادر واقعا که خب منزل بعدی که منزل چهارم است اونجا مربوط چی میشه اونجا مربوط کامپیوتر است و اون مسائل الکتریکال و بخش تکنیشن یا اونجا کار کنم دوستان عزیز میریم طرف منزل چهارم ما رو همراه رسیدیم به منزل چهارم که بخش کامپیوتر است دیگه. بله بخش کامپیوتر و تکنیشن کامپیوتر و موبایل بسیار خوب. اینجا چی تعداد دکان است؟ دیدم دو 300
40 و 320 دکان دیگه. بسیار خوب. بعضی کسایی که در امو ابتدایی که مثلا اینجا ساخته میشد شاید آمده باشن به خاطر دکانا و دیزاین به دل خود گفته باشن، اترام یک چیز شده؟ بله، داخل دکان مربوط خود شخص میشه که هر قسم برای خود دیزاین میکنن. به خاطر که سایه تجارتی خودش هست. نه میرن برای خود مارکتینگ کنن. این دکوریشن هم 50% مارکتینگ بله از تجارتش هست. ما فقط ما کردیم که دلیزا و ساهای دیگر بدون دکان کل شما دکوریشن کردیم. فقط داخلی که سلنگش هست و انواریایی که میزنن مربوط از یک کلش مربوط شرکت سانسکای بود که جور کردیم. این دکانا باز کرایه است یا فروشی هستن؟ هم کرایه است هم فروشی. کسایی که خریدار هستن باز و میخرن مثل سای سرقفی یا پیش رواج بدنی امیالیم دی اصلی خاص طرف دولت کرایه هستن که 30% کرایه بر دولت میره 70% کسی که سرمایه‌گذاری شخصی کردن مربوط از است. بسیار خوب. دوستان عزیز منزل چهارم هم دیدیم، زیبایی خود را داره و میریم به طرف منزل پنجم. منزل 5 رسیدیم بخیر. جانا منزل 5 دیگه کاتگوری جدا است. یکی جدا است از وادی. فکر کنید اینجا صرافا و بانک‌ها اینجا استفاده میکنن. بسیار خوب. مربوط به بانک‌ها میشه دیگه. مربوط به بانک و صراف اگر زرگرا یا استفاده میکنن بسیار خوب. بسیار خوب. و خیلی خوب است به خاطر که بعض جای دیگه که مثل سرای شازده بیروبار زیاد میباشه شاید مردم بیشتر اینجا بیاین دیگه. مردم حتما که سایه ایجاد میشه تقسیمات میشن. مردم نظر به اینکه اونجا زیادتر ساد شون و با تکلیف شون کوشش میکنن سایه بیارن که اونجا آرامتر و کارشون فرصت‌تر رو خلاص کنن. بسیار خوب. خب از اینجا دوستان عزیز بریم بخیر طرف بام. بله طرف بام بریم اونجا اون چیزا دیگه صحبت‌ها رو می‌داشتم. عزیز قسم که انجینیر صاحب یادآور شدم در برنامه که پارکینگ هم هست، 2 منزل پارکینگ و بعضی خدمات هم داره، میشه که برام معلومات بله سیستم پارکینگ ما سیستم سنسور دارن و سیستمی هست که ثبت اتومات میکنه چطور که موتور پایین میشه اون سنسور راست چی میکنه ثبت میکنه اتومات یا با سپورت ورژن توزیع میکنه وقت تعیین میشه چه وقت هست 1 ساعت است نیم ساعت است 2 ساعت نظر به وقت یا پیمنت میکنن پیسه میگیرن. از این پارکینگ فقط کسایی که اینجا دکان دارن میتونن استفاده کنن یا مردم عام که میاین؟ هر کس میتونه استفاده کنه. دکاندار آخر موتور نیست بیان زیاد موتور میشه. گفتین که اینجا لیفت هم هست به خاطر موتور. کاز سایه پیش است نشون میده. بسیار از بیرون موتور پایین. عزیز فعلا رسیدیم به بام مارکت خیرخواه که نام خدا یک جای شگفت‌انگیز منظره زیبا از کابل عزیز ما و نام خدا دیگه بسیار یک بام کلان. امی بسیار وسیع است. اون چیزی که مساحت پایین است اینجا معلوم میشه برات. هم اسکایلایت که برات گفته بودم 4 دانه هستن. از طرف شو دا بالا میکنه مادر. تنها پایین نیست. دیگه بسیار سیستم‌های ایجاد اینجا اینستالیشن از چواک گفتم نه استیشن‌های چواک اینجا است. اون چوکات‌ها و سایر رو می‌بینین این کانال‌های عمومیش است که از این طریق باز اینجا ماشین‌ها اینستال میشن باز پایین هوای گرم ساعت میره. نام خدا آدم فکر میکنه که در یک ولایت دیگه است. بله از بالا بسیار منظره مقبول داره. هم پایین خوب است هم بالا باز گفتم که در هر سایه‌اش بری خسته نمیشی. یک منظره خاص از خود داره. واقعا که امی بامش مدیریت خاص از خود کار داره دیگه. بله بامش همچنان اینجا زیادتر باید کار شود. بله. نظر به پایین. بسیار عالی. واقعا دوستا زیبا است، واقعا جای خوشبختی و خوشحالی است و تشکر میکنم از شما انجینیر صاحب. خداوند اجر بده شما را. بسیار سلامت باشین. ما رو در برنامه همراهی کرده. بخیر باشید. شما زیاد تشکر که شما این چیزا رو پخش میکنین، مردم میبینن، خدمات رو میبینن و
و وطن خود میبینه که در کدام سطح رسیدن. شما سلامت باشید. خیلی نسبت بخیر خیلی باشید. دوستای عزیز، واقعا شخصا من خودم شگفت‌زده شدیم با دیدن این مارکت زیبا با این استاندارد و زیبایی هایی که داره و شما هم حتما بیاین از اینجا دیدن کنین. انشالله که چنین سرمایه‌گذاری ها در کشور ما بیشتر و بیشتر شود. این بود برنامه امروز. تا برنامه بعد، خداوند نگهدارتون.